دوستان عزیز ساعت 6:30 به وقت سمالینسک که مسکو میشه. نماز خوندیم الحمدلله، مردم جواب دادیم. خیلی ویدیو را با دقت تماشا کنید. هر یک کدوم مسلمان ها را، هر یک کدوم مردم سربلند تاجیکستان، تمام برادرانی که در گوشه و کنار دنیا هستند و خصوصا دوستای خدمت هم سینفام و هم کورسام و برادرانی که اگر وقت نیافتم که تبریک کنم یا که فراموش کنم بخشش میپرسم. بعد همه تمام مبارکباد میگم با عید قربان. پروردگار کل گناه ما را در دوام این حیات اگر پس بلندی کرده باشیم او بسازه و خداوند سربلند باشه. در حق ما چی میگن مردم پرگناه چی میگن دعا جمله دعا که اگر که من یا در یوتیوب میپرتم که الله اکبر. ایدوی همه مبارک خلق مسلمان خلق خدا نگهدار. در تاجیکستان هم الحمدلله در مسجد کلون نماز گذاشته است. مبارک باشه همه. خدا نگهدار. صبح خیر دوستان عزیز. روزی سعید عید قربان مبارک شد دوستان عزیز. الحمدلله عید مبارک. نید انشالله رانه دوستان عزیز. همه ماشینا در روز عید یک بار دیگه همه تبریک میکنم. آن سربلند خانه آباد بشه. پروردگار یگان محل سرتون درد دلتون غم و تنتون زلدگیران بیند و اهل بیت شما سلامتی میخوام. عیداتون یا بارگاه مبارک. امیدوارم این در این مسجد انشالله. پاپوشی موندگی پاپوش. سلام علیکم. آباجه سلام علیکم.
آمین. آمین. دوستان عزیز نگاه کنید، همه همین ماشین ها روز عید. الحمدلله برادر عزیز، همه همین خلق های نماز عید برمان. Haydar'ın boyu gezmiyor. Как бы там دوستان مهربان، همین خیلی الحمدلله برادرها در نماز صفان و این سویت چگیرم کنم کی گفته بود؟ سوزی تینجی سلامتی خوبان هم توالتوش هستی اون که کنم خوب ایدار سوزی زمزیسی مشوید پدر سوزای انشاءالله میایم الحمدلله 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 همه خلق اسماعیلسکی اولاد در همینجا خلق کوس پیدا نکردیم برافته سودیان طرفش سوزا که اینجا ایداتون مبارک شما میبخشید بعد سلام کنم ایدو مبارک الحمدلله Я совсем сам в Москве живу. Да. Ну, там уже, я видел вас там, горный, Да, да. второй этаж.